از خانه‌های عنوانه خیلی فرق کلان داره. در تابستان سالخین، در زمستان مطابق گرم و صرف خراجات کم زندگی کردن ممکنه. پیشتر ما بسیار سر میکردیم، 2-3 تن کمر سر میکردیم، اما tam نمیرسید. 1,000-2,000 سومون میشید. حاضر 500 سومون رو بگیری زمستان با آخر میرسه. باید سمت خانه به طرف جنوب نگرانده شود و از نورهای آفتاب استفاده برده شود. شیفت خانه رو گرمی نگهداری کردن در کار. اگر تریزه یک خبته باشد از سوراخ‌های تریزه گرمی که ما در خانه استحصال میکنیم و گرمی برآمده میرود. حاضر بنا تریزهای دو خبته پیشنهاد کردیم مردم را که از همین تریزهای دو خبته استفاده میبرند، گرمی نگاه داشته میشود. در وقت استفاده بردن مسئوله‌های محلی به مانند قمیش، کوه این چیزها این نرخ‌ها خیلی پست هستند. اگر در وقت استفاده بری مسئوله‌های صنعتی به مانند تخته مینرال این چیزها همین نرخ کمی زیادتر میشه. در یک سال تحلیلی که ما کردیم نشون میدهد که تا 1 تن انگشت صرف کرده میشود. خراجاتی که آنها برای گرمی نگهداری خانه میکنند در مدت کوتاه در مدت 2-3 سال الکی برگردانیده میشود.